من پیشنهاد کردم به بعضی جوانهایی که در ساحه اینترنت پیش رفتند، پروگرامیست هستند، برنامه ساز هستند، یعنی خوب میفهمند، پیشنهاد کردم که برادرها بیایید یک کانال کشاییم یا یک کاری کنیم که جوانهای مردمی تاجیک وقتهای خود را با اون بازی هایی که باور کنید از سری اون بازی اگر 10 ساعت نخیزانید نمیخیزد. این شل جامعه میکند فردا این کودکا را. مرده که کلان شده است، دیروز در صحبت گفتم که در عمره لباس احرام دارد، همون بازی ها را در خانه الله تعالی در پیش صفا و مروه نشسته است بازی دارد. نعوذ بالله، کسی نوار گرفته است پرتافته است، احرام در تن بازی دارد. یا مردی کلان یک بازی رو برم، دو بازی رو برم، این اگر بازی هم بازی مباح باشدم اینقدر وقتی شما رو میگیرد. در مدت 1 ساعت 1 صحیفه از قرآن حفظ میکنید، شاید 10 حدیث حفظ کنید، وقتی خود را ضایع نکنید. برادران عزیز، خواهران عزیز، به طلب علم مشغول شوید. اگر یک کودک شما علم آموزد، حدیث خواند، آیت خواند، تعلیم شریعت گیرد، الله تعالی به کسب پدرش با برکه میدهد. چه خیلی که در همین پلیلیستی قدم های به سوی خوشبختی را بینید 12 صحبت داریم. یکی از آنها آن از یک خانواده یک طالب علم باشد، الله تعالی به پول و مال دیگرها، به کسب و کار دیگرها برکه میدهد. از خانه‌تون، از اهل عائله یک نفر طلب علم کنید، خواه همسر باشد، گیرید یک حدیث گیرید خوانید، یک کتاب گیرید خوانید. در همین تلگرام کانال تقریبا 5-6 کتاب گذاشتیم، انشالله کتاب های ما دیگرش در چاپ است. مقصد این که برای همین تربیه فرزندان بعضی برادران می نویسند که برادر ما فرزندان ما تربیهش دیگر نتوانستیم. واقعا مشکل است. امروز فرزندان گپی پدر و مادر گوش نمیکنن، تلفنش گیرید بوی جانش گرفتید، همین خیلی غلام تلفن شده. کاش در آن کاری خیر کنن. بنابراین اگر پیشی راه اینه نگیریم، خیلی آینده این از این فرزندها آینده خیر نیست. فرزندی که 5 ساعت در اینترنت، 6 ساعت در اینترنت وقتی خود را ضایع میکند. وقتی قیمت، وقتی کودکی، وقتی جوانی، این بسیار وقتی قیمتترین وقتی جوانی است. انسان روزی قیمت از ایام جوانیش خاصتا و از عموم عمرش عامتا پرسیده میشد چه خیلی وقت را گذرانیدی. بنابراین به بعضی برادران مصلحت دادم که یگان بگذار مولت فیلم ها باشد، مولت فیلم های اسلامی، یگان برنامه ها کشاییم. به چند برادرها شکایت کردم، مقصد همین مسئله رو مسئله گذاری کردم، همه آمده در مسئله چی در میماند، میگن این مسئله که شما گفتید حاجت به پولی کلام میبرود. مثال بعضی ملت ها کردین، روس ها کردین، ازبک ها کردین، عرب ها کردین. مثال برنامه هایی که خواه برنامه، مثال دیدم بعضی برنامه های برادرای ازبک برنامه های خاص برای کودکا کردن. همین خیلی برنامه های علمی هست، لیکن به طریق ساده کودکا 5 نفر 10 نفر کودکای میگیرن و کودکا تعلیمی نماز میتین، تعلیمی طهارت، تعلیمی راستگویی، تعلیمی احترام پدر و مادر، تعلیمی احترام بزرگوارها، هر خیلی برنامه ها. لیکن میگن حاجت به چی دارد؟ حاجت به مبلغ دارد. این برنامه قیمت است. یا مثلا تیار کردن این گونه فیلم های لختک فیلم ها بسیار قیمت است. کارگندا آیلی که کلام میگیرن، نوار بردا آیلی که قیمت میگیرن، خلاصه نمیتوانیم کرده. همین خیلی میماند. کسی که اگر به همین کار قدرت داشته باشد، بگذار مثلا کانالی پولکی کندم، بچه های مسلمان ها درات تعلیم تیتان برادرها، کسی که قدرتی تعلیم دادن داشته باشد، برای کودکا درس های کودکانه تشکیل کنید، الفبا را تعلیم دهید، تجوید تعلیم دهید، قرآن تعلیم دهید، آداب اخلاقی. بگذار از یک کتاب تاجیکی باشدم، کتابایی که معتمد هست، کتاب‌های باورینا گوشد. من کتاب اصول اعتقاد نوشتیم، عقیده صحابه ها، تابعین، 4 امام ها، عقیده بزرگان ملت اسلام، اعتقادی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم تعلیم داده. یک کتاب خرد است، 70 صفحه است تقریبا. یعنی گیرید خوانید یا تعلیم دهید، یعنی همین برنامه ها تشکیل کنید تا اینکه این مردم جیلی، یعنی که این نسل آینده نسل اینترنت هست، نسل تلفن و کامپیوتر هست. اینا را اگر به کار خیر مشغول نکنید، اینا به راه بد میرن برادرها.
بعد این مهنت‌های ما بی‌فایده است. شما با کی خانه ساخته ایستاده اید؟ شما با کی 12 ساعت کار کرده نمازتون را قضا کرده؟ به خاطر کی؟ الله تعالی میگوید که زنهای شما، فرزندهای شما دشمنهای شما میگوید. یعنی گاه میشه دشمن شماست. شما به خاطر زن، به خاطر فرزندتان که ایپوتکتون صاف کرده ایستادید، خانه ای که گرفتید، یا خانه خراب گفته مهنت دارید، یا پول مکتبی فرزندتون میتید به کی؟ اونا وقتی خود رو در اینترنت با این تلفنی که شما خریده فرستاندید یا دادید، وقتی خود رو ضایع کرده ایستادید. این مسئله ها رو هم بینید برادرها. کسانی که در همین راه تربیت فرزندها میخواد سهم گذارد، مردمی ملت خود را در آینده ملت، این جوانها باید آدمای علمدار باشند. کسی وقتی خود را ضایع میکنه، دشمنای اسلام، دشمنای ملت کوشش میکنن که همین فرزندها بیسواد ماند، بازی کنند به فوتبال و به بازی و به همین خیلی بیهوده ها وقتی خود را ضایع کنند. از اینها یک آدم های دانشمند نبوده. در بعضی کشورهای هم دیدم که مردمی اروپا هم در بعضی کشورها، نه در همش، همین با یک سطح پست مکتب خوانده ایستادند. برای چی؟ برای آنکه یک آدمی که فراش است قریب 3000 یورو آیلگ میگیرد. در ذهنی طلبه ها الکی همین ذهن در ذهنش نشستگی است که من فراش میشم، میرد ما حاجت خانه های هم جاهای تازه میکند، 3000 یورو آیلگ میگیرد، به زندگیش خوب میرسد. از پدرش خانه دارد میراثی، 3000 یورو براش میرسد. برای همین علم زیاد لازم نه. به یک سطحی پس مکتباش دیدم، سطحی مرتبه دانشش پست است. اینو شاید خود حکومتش قصدن کردگی باشد که مردم هم خیلی بیسواد ماند و فقط عائله مخصوص آدم ها علمدار شود و آنها یعنی که علمدار شوند، دیگرها همین آدمی عادی عامی بی خبر، فقط به زندگی خود آواره، از دنیا بی خبر، همین چیات آمده خورده در خانه خواب رود چینه تمام. این خیلی فرزندات آینده ملت، آینده خوب ندارند. برای همین برادر عزیز 12 ساعت 15 ساعت نمازهاتون قضا کرده، فقط پول جمع نکنید برای این فرزنداتون. در صحبت گذشته سخن عمر ابن عبدالعزیز گفتیم، در آخر حیاتشون گفتن که ما این فرزندا اگر آینده آدم‌های صالح شوند، الله اینها رو نگاهبان میشد، الله اینها از پی اینها میشد، الله اینها رو ضایع نمیکنه. اگر اینها آدم‌های گناهکار شوند، من برای گناهکارا، برای گناه، برای چی پول جدا کنم؟ بنابراین مسئله تربیه و مسئله تعلیم و مسئله معنویات و روحانیات در درجه اول مونید. روحتون که برآمد جسمتون برده به یک لباس غفص در این زمستان خنک، با یک سرب، با یک پارچه متای سفید در یک زمین نم، در یک زمین خنک برده گور میکنن. روحتون که برآمد شما دیگه قدر ندارید. بنابراین حیات اساسی حیات روح است، نه حیات جسم. شما فقط به حیات جسمتون کار میکنید، فعالیت میکنید، برای خوردن، نوشیدن، پوشیدن. مقصد حیات این نیست. بنابراین برادرای عزیز، کسانی که در همین باره تربیه فرزندها یگان نقشه ها، لایحه ها، یگان پروژه ها دارد، پیشنهاد کنید همین یک جایه برای مردم چی کنید تا اینکه دسترس شود و مردم، فرزندای مردم با همین، اگرچه مثال 1000 کس، اگرچه 100,000 کس باشدن، بهره مند شود و فرزندها از راه بد برگردند. برای آنکه این بازی های اینترنت و این مشغول شدن با اینترنت و ضایع کردن وقت، این بر آینده اینها ضرر داره. اینها در نتیجه هم بی علم مانند، هم آیندهشان خراب است برادر عزیز.